جک ما یکی از چهره‌های شناخته تمام روی دنیا، میلیاردر و اساسگذاری شرکت جهانی علی بابا 15 اکتبر سال 1964 در عائله موسیقی نوازی کمبغل به دنیا آمده است. ما شخصیتی که دائم در زندگی ناکام میشد. 2 مرتبه در امتحان مکتبی افتیده است و هنگامی که میخواست به دانشگاه داخل شود 3 مرتبه در امتحان افتید. تصور میکنید او 3 سال برای داخل شدن مهنت و زحمت میکشید. پس از دانشگاه را ختم کردن او در جستجوی کار شد و پیشنهاد او را 30 مرتبه رد کردند. او خواست با همراهی 4 نفر دیگر در میلیتسیا به کار درآید، اما 4 نفر را به کار قبول کردند و او را نه. او خواست که در KFC که همان سالها نو در خطای برآمده بود به کار درآید. از 24 نفری که عریضه در KFC برای کار درآمدن داده بودند 23 نفر را به کار قبول کردند، اما او را نه. لیکن جک ما هیچگاه تسلیم نمیشد. 2 لایحه اولین درجه او موفق نشد، اما 3.5 مرتبه کامیاب شد و 17 نفر همفکران خود را در خانه‌اش جمع کرد و به آنها فهمانده توانست که لایحه نوی پیشنهاد کرده او میتواند به آنها درآمدی عالی دهد. همین طور هم شد. شرکت ابرقدرت علی بابا توانست که در مدت کوتاه در تمام دنیا شهرت پیدا کند و برندهای ابرقدرت روی دنیا با او توجه ظاهر نمودند و محصولات‌های خود را در این آنلاین بازار بین المللی به فروش گذاشتند. امروزها 800 میلیون تمام اهالی روی دنیا برنامه علی پی را استفاده میبرند، اما در سالهای 2000 بسیاری از مردم ها جک ما را دیوانه میشماریدند و به لایحه های او باور نداشتند و میگفتند که این برنامه های تو به هیچ کس لازم نیست. جک ما شخصیت مهنت دوست و جسور بود که دائم ناکام میشد، اما به آینده درخشان خود و شرکتش باور داشت. ناکام میشد، اما باز از نو به پا خسته حرکت را دوام میداد. او اثبات کرد که در دنیا یگان کاری نمیشدنی نیست. مهم خواهش و حرکت شماست. باقی همش از باوری شما وابستگی کلان دارد. عزیزان من نیز میخواهم که شما در زندگی به مثل شخصیت جک ما باشید و هیچگاه از شکست خوردن نهراسید، چون که شکست خوردن یکی از زینه‌های رسیدن به موفقیت‌های بزرگ و به پایان شما است. سلامت و سربلند باشید.